سلام و درود، خوش اومدید به قسمت دوم سری 4 بفرمایید شما. من رضا آینه هستم، میزبان شما در این برنامه، با تشکر از آقای اندروپی که از ما حمایت میکنه و شمایی که حتما دارید الان دکمه سابسکرایب رو میزنید که ما سریعتر این برنامه و ویدیوهای دیگه‌مون رو بسازیم. خب بچه‌ها، قسمت قبلی ما مهمون فلیم بودیم، قسمتی که خیلی اتفاقای جذاب و دیدنی افتاد توش. حسین توی قسمت خودش 28 امتیاز تونست بگیره. دیشب که بچه‌ها رو برای دفعه اول دیدم که خیلی سورپرایز شدم با اون کارهایی که حسین کرد و اینا. چه اتاق خوشگلی داره امیر. کلا حس جالبی بود این که تونستم بچه‌ها رو ببینم. آقا دیشب خیلی خوش گذشت، واقعا همه چیز کامل بود. من واقعا پرام ریخت، خیلی حسین بلده. تقریبا همه بچه‌ها رو اولین بار بود می‌دیدم دیگه، به جز علی که یه بار همین یه گذری دیده بودمش. با ایجی آشنا شدم. ایجی خیلی بچه باحال و خوبیه، یعنی ناراحتم که تا الان ایجی کینگو نمیشناختم و خیلی آروم بود، کم حرف بود، زیاد صحبت نمی‌کرد. فکر می‌کنم یه گروه باحالی بود. برای اولین بار بود امیر رو داشتم نگاه می‌کردم. با چه منظور؟ نگاه که نمی‌کردم، امیر رو داشتم می‌دیدم. اول باحال بود، یکم طول کشید تا بچه‌ها راحت باشم، ولی خب کلا دوست داشتم، شب باحالی بود. دیشب همه چیز حسین واقعا پرفکت بود و من هی باهاش شوخی می‌کردم که حسین واقعا اینو خود دوست کردی. اینا حس از این لحاظ میگفتم که حالا اصلا کمک گرفته باشه نگرفته باشه اونقدر برام مهم نیست، برای که حالا من خودم توانایی این داستانو ندارم، شاید چون واقعا نمیتونم اون غذای خوب درست کنم. خب دیشب که مهمون بودم، امروز خوشحال و بشاش، فقط میخوام برم تفریح، عشق و حال اونجا بتره کنم و هر چی غذا هست بخورم و ایراد بگیرم. تو این فصل از بفرمایید شام شرکت کننده ها میتونن نمره‌ای که دادن رو فردا تغییر بدن، ولی نمره‌ای که دادم به نظرم یکم زیاد نمره دادم. نمره که به حسین دادم نمیدونم، حس میکنم زیاد، نمیدونم، حس کنم سنگین شروع کردم، یعنی فرصت برای بقیه کم کردم. یعنی اگه امشب مثلا میخوایم بریم غذای بهتری بده، نمیدونم بعد 10 بدم لابد و اینا، چه اشکالی ولی داره؟ 10 خیلی سخته دادن نمرش. 9 بدم، یکی بهتر باشه مجبورم بهش 10 بدم، بعد یکی از اونم بهتر باشه دیگه چی بدم؟ ببین یه نیمچه عذاب وجدانی داشتم، ولی چون میدونی مثلا قانونا باید 9 میدادم به حسین، ولی چون من حسین خیلی دوست دارم و سهیل هم یه سورپرایز برنامه بود، من 10 همچنان پاش هستم. برای همین گفتم بذار به حسین 8 بدم. اگه کسی از حسین بهتر بود بهش 9 میدم و اگه دیگه کلا یکی از همشون بهتر بود بهش 10 میدم دیگه. گفتم اینجوری عادلانه تره. برای همین نمره‌ای که من به حسین جون میخوام بدم، شرمنده داداش. اونقدر شرمنده 8 گرفتی دیگه، بسته دیگه. آقا 8 هم نمره خیلی خوبیه. امیر نمرهشو عوض کرد، بریم ببینیم علی چیکار میکنه. نمره‌مو نمیخوام تغییر بدم، میخواستم تغییر بدم 8 بدم به حسین، ولی رفیقم دیگه گفتم حالا یه وقت یه نمره رفاقتی هم به عشق حسین میدم. ببین امشب که یه شب به یاد موندنی میشه ایشالله. ولی من واقعا نمیدونم قراره چه اتفاقی بیفته. انتظاری هم ندارم بچه‌ها بخوان یه نمره خیلی خفنی چیزی بدم. بیشتر من دوست دارم بچه‌ها رو ببینم، امیدوارم یه شب به یاد موندنی براشون، یه شب خاطره انگیزی به یادشون بمونه و اینکه دوره هم کلی خوش بگذرونیم. ولی تدارک‌های خوبی دیدم. امشب مهمون امیر فانتوم هستیم، اما قبل از اینکه بریم سراغ آشپزی بریم یکم تو اتاقش فضولی کنیم، ببینیم چند سال کارش رو شروع کرده، چی کار داره میکنه الان، کجا میخواد بره. 2006 7 اولین بار شروع کردم با گیم و دوتا و این داستان آشنا شدن. 2008 9 بود که اولین مسابقات رسمی شرکت کردم، ولی خب از اون موقع کلی خاطره و یادگاری دارم. این مثلا برای مسابقات فینال مسابقات تابستان 1396 ورزش الکترونیک لئوپارد، مسابقات کشوری مشهد بود. خیلی از اینا داره خاک میخوره. مدال داریم اینجا، یه سری مدالای مشکوک به طلا. این بزرگترین مسابقاتی بودش که توی سال 2019 توی ایران برگزار شد، مسابقات IGC. مدال بهمون میدادن، حکم طلا رو نداشت، ولی دور هم بودیم دیگه. یه چیزی که من خیلی دوستش دارم، فکر می‌کنم شاید از مقامام با ارزش‌تر باشه، این مثبت زیبا و به یاد موندنی ریزر باشه که امضای من روشه. عرصه جهانی شد، هنوزم فکر کنم بتونن بچه‌ها توی سایت بخرن و این امضای فانتوم اینجا در کنار بزرگانی مثل هاکیز، بهترین پلیر ایپکس و لودا و ویها و آدمیرال بولداگ، یکی از معروف‌ترین استریمرهای دنیا و کلی آدمای خفن توی اینجا هستن و برای من این خیلی جذابه.
حالا گذاشتم یه شیشه آینه قابی چیز پیدا کنم اینو بذارم اونجا. تیم الاینس یه تیم ای اسپورت سوئدیه که تو سال 2013 قهرمان جهانی دوتا شده و یکی از معروفترین تیمای ای اسپورت دنیا محسوب میشه. تقریبا 4 سالی میشه که عضو تیم الاینس هم یه جوری انگار نماینده بچه ایران همینم پنکست و جایروکوپتر با هم حالا خواستم بیموردی رو بشه شرف. و اینکه اسپانسرهای بزرگی برای باشگاهمون بودن که حالا یه جوری اسپانسر منم شدن چون زیر مجموعه باشگاه بودم، مثل ریزر، مانستر، که این یکی از اون یادگاری‌های همون ریزره که برای اولین بار وقتی توی نمایشگاه ریزر کان توی آمریکا به نمایش اومد، فکر کنم 50 تا بود که یه دونه از اون 50 تا اومد تهران. بریم سراغ پیشغذا. مثل دیشب ما امشب هم پیشغذا سوپ جو داریم. پیشغذا سوپ جو. اسکین نرا دیگه آقا، اسکین حالا اگه امیر باشه چه غلطی کنم؟ هیچی دیگه بلد نیستم بچه‌ها، من نمیدونم، فقط همه سوپ جو بلدن. تا سوپ قارچ، سوپ پیاز، سوپ جو. سوپ جو رو با اینکه ما دیشب هم سوپ جو خوردیم ولی غذامون قرمه سبزیه و قرمه سبزی هم غذای سنگینیه. آدم به عنوان پیشغذا باید یه چیز ملو بخوره. بدن انسان یه چیز عجیبیه، مثلا معده‌اش باید اول با اون معده بازی کرد و سوپ چیزی که اون بازیه رو راه میده. اسکی برو آقا، راحت باش. فقط همین. 2 شب داریم پشت هم سوپ میخوریم ولی پیش میاد چون پیش غذا واقعا اونقدر تنوعی نداره. یعنی من خودم که داشتم انتخاب میکردم این همه سالاد داریم، سوپ و اینا بیشتر تو ذهنم اومد، یعنی اوکیه. موقعی که رسیدم خونه با مادرم تونستیم با همدیگه خیس کنیم، قشنگ بذاریم یه نصف روز کامل تقریبا کاراش بشه. همین که حاج امیر صداقت داره کافیه. با قارچ و هویج قاطیش کردیم، من قارچ رو اضافه کردم. ببین تقریبا همه چیز اینجا تموم شده است. اصلا فکر نکنید کسی به من کمک کرده، من خودم همه رو تکی کردم. خوبه، باز حداقل میشه مقایسه کرد ببینیم چی قراره باشه دیگه. حداقل یه معیاری داریم نسبت به حسین. ولی سوپ جو آخه زیاد سوپ غذای مورد علاقه‌ام نیست. گفتم این آدمام که اعتقاد دارم سوپ غذا نیست. آقا غذاه دوست داشتم یه چیز دیگه باشه. تنها چیزی که مونده اینه که ما بخوایم یه لیوان شیر بهش اضافه بکنیم به همراه تقریبا یه نصف خامه. ولی خب اینو من گذاشتم دقیقاً یه رو نیم ساعت قبل از اینکه بخوایم استارت کارو بزنیم و بچه‌ها اضافی میشن بهمون کارشو بکنیم. دوست دارم، عاشق سوپم من. اشتهام مثلا باز میشه سوپ میخورم. یه سوپ من بدم میاد، اونم سوپ جو. خیلی هم خوشمزه فکر کنم هر شب آخرم من دوباره قراره واسه سوپ جو بخورم. پر مرغ باشه، آبکی باشه، سفت نباشه، بعد پیاز نه تو دهنم. خداییش اینجوری بودش که من اولش فکر نمی‌کردم مثلا یه روزی بخوام گیمر شم. این رقابت رو از بچگی دوست داشتم یه رقابتی بکنم و توی اون چیزی که خوبم سعی کنم بهترین بشم. اول دوست داشتم توی منطقه‌مون بهترین شم، مثلا تو گیم نت‌های محل و اینا. بعدش گفتم که چقدر خوب میتونم تو شهرمون بهترین شم. بعد تصمیم گرفتم مثلا تو ایران و بعدش هم ان شاءالله تو خاورمیانه و اروپا و گاز قطع شده. خب تا یه مسیری هم رفتیم و راضیم از اون مسیری که طی کردم. خیلی راضیم و خیلی خوشحالم. بریم سراغ غذای اصلی، قرمه سبزی، غذای اصیل ایرانی که باید صبر کنی که جا بیفته. غذای اصلی قرمه سبزی. نگو دوست ندارم. من خودم می‌خواستم قرمه سبزی بذارم، حالا الان بد شد یکم. قرمه سبزی غذای درست کردن هر کسی نیست. یعنی قرمه سبزی واقعا هر کسی نمیتونه درست کنه. خیلی‌ها به من گفتن ریسک بزرگی کردی، ولی قرمه سبزی دیگه واقعا هم ریسک بزرگی کردم. حاجی قرمه سبزی خیلی قلقیه. اون سالاد از دیشب مونده. بعضی ترشش میکنن، بعضی روغنیش میکنن. آن کاغذ رو ول کن. با این کاغذ خیلی درگیرم، یه جوریه. سبزی تازه رو اول یه ذره روغن و اینا تفت دادیم، گذاشتیم مشتی جون گرفتش. بعد 2 تا قالب گوش، 2 تا بسته گوش بهش اضافه کردیم. از همه مهمتر من قرار بود اول با لوبیا چش بلبلی اینو استارت بزنم، ولی لوبیا چیتی مجلسی تره. لوبیا چیتی هم برای اینکه یه موقع داستانی چیزی پیش نیاد تو آینده و اینا بعد بذاری یه روز خیس بخوره. بعد ببینیم قرمه سبزی کی بهتره دیگه. ای کاش من اول قرمه سبزی رو میذاشتم، ولی خب اگه از من بدتر درست کنه به من بیشتر نمره باید بدن. قرمه سبزی من دوست دارم خیلی زیاد جا افتاده باشه. این همه چیزش تقریبا آماده است. بعد ببین میدونید دیگه قرمه سبزی هر چقدر بیشتر بمونه بیشتر جا میفته و به خاطر همینش تعجب نکنی، نه بگی نمیدونم پشت صحنه تو
دادی یکی دیگه برات قرمه سبزی رو اینجوری آورده. نه واقعا خدایی کار دسته و این فقط لیمو امانیش مونده دیگه. من گذاشتم که بچه‌ها که اضافه شدن لیمو امانی‌ها رو هم تزریق بکنم. خب الان برای اینکه جا بیفته باید زیرش روشن باشه امیر. واقعا عجیبه این منو مامانپزه، یعنی مامانپز، یعنی یه زن مسن کاربلد باید اینا رو درست کنه. واقعا من هیچ کدوم اینا رو حتی بغلش هم رد نشدم. ببین علت انتخاب قرمه سبزی یکی از چیزای مخفیش اینه که من واقعا قرمه سبزی دوست دارم. البته اینم بگم من بعضی وقتا یه مایدودی ترکیبی هم بغل قرمه سبزی میزنم، شاید خیلی دوست داشته باشم، بخاطر همینم این سری کاراشو نکردم، ولی در کنار باقال و قاتق جزء تاپ فیوریتامه. خیلی ترش باشه بدم میاد، خیلی به ترش بزنه. ببین من برای چند تا دوستان درست کردم، خیلی سال ازشون خبری ندارم. الان فهمیدیم چجوری قهرمان میشه امیر. کجا هلاک شدن. اوکی قرمه سبزی هم من دوست دارم. من شاید باورتون نشه تا 2 سال پیش از قرمه سبزی بدم میومد کلا. اصلا نمیخوردم. دفعه نمیدونم دوم سوممه، ولی فکر میکنم این سری خیلی خوب شده چون یه معلم قهار بالا سرم بوده. زیرش هم باید روشن باشه. مثلا عاشق قرمه سبزی موندم. یعنی مثلا قرمه سبزی نهار دوست دارم شام بخورم. یعنی هر چی جا افتاده تر باشه بیشتر دوست دارم. سبزیش اگه بسوزه یا اینکه مثلا یکم لیمو امانی و اینو زیاد بریزه تلخ بشه من بدم میاد. دوست دارم یکم اون ترشیشو داشته باشه. کنار قرمه سبزی دوست دارم پیاز باشه. چون قرمه سبزی با پیاز میخورم، ولی خب چون فکر کنم مهمونی چرا پیاز نده، ولی دوست دارم با پیاز باشه. ماست خیارم خیلی دوست دارم. ببین خب همه میدونن دیگه گیم حرفه‌ای من از سالها پیش 2 تا 2 بود. اگه میخواستم یه چیزی تو 2 تا عوض کنم روسا بودن. همشون چیترن. اذیتمون میکنن. نمیدونم چرا. پلی دوتکا درینگ ودکا. نمیدونم چی میخواند جونما. و خیلی زیاد دوست دارم برنجش آبکش باشه، ته‌دیگ حتما داشته باشه. بچه‌ها حساس خودشون 3 نفر دیگه بعد بقیه مردم نظر قرار بدن 100% تمام تلاششون میکنن خوب باشه. ببین واقعا سیستم اینجوریه که من گیم حرفه‌ای رو واقعا نمیام به هر کسی پیشنهاد بکنم، چون مسیری که ما خواستیم بریم انقدر سخت بوده، چه توی ایران چه توی خارج از ایران، که واقعا هر کسی به نظر من پسش بر نمیاد. همین الانش خیلی از خانواده ها با این قضیه مشکل دارن که چرا مثلا بچه‌مون گیم بازی بکنن. پدر مادر شما به غیر از موفقیت شما دنبال چیز دیگه ای نیستن و دوست دارن خوشحالی و موفقیت شما رو ببینن. مسئله اینجاست که با این راه آشنا نیستن. سیستم اینجوریه که اگه سعی کنید بهشون نشون بدید که از این راه میشه درآمدزایی داشت، میتونید از طریق یوتیوبر شدن، از طریق استریمر شدن درآمد کسب بکنید، میتونید یه مسیر جدیدی رو برای خودتون بسازید و لزوما همه کشور نباید دکتر مهندس شن. اگه اینو بتونید بهشون توضیح بدید و بگید که علاقه‌مونه و دوست داریم که دنبالش بکنید و خودش هم دنبال کنید، نذاری و 2 روز بعد بگی غلط کردم، و فکر می‌کنم اینجوری ساپورتتون هم بکنم. بریم سراغ دسر ژله میوه‌ای، دسر جدیدی که تا حالا توی برنامه ندیدیم. دسر ژله میوه‌ای. کجاش خنده داره؟ نمیدونم چیه، نظریه دیگه. ژله و میوه است دیگه، طبیعتا چیز خاص دیگه ای نداشته باشه. آقا شما میخواین چند شب ما رو آقا شما چه مشکلی اون کاغذ داری؟ چاق کنی؟ خودم که شعله زدم که ژله میوه‌ای باید بخورم، همش قنده دیگه، ولی عاشق ژله میوه‌ای ام. ژله که برای باشگاه خوبه. مخصوصا کارامل باشه. وای کارامل میوه است؟ آره دیگه. ببین دسر میوه‌ای همتون فکر می‌کردید که یه پودر معمولی میوه‌ایه، ولی واقعا میوه‌ایه. اینو همین دیروز توی اکسپلور هم دیده بودم. خودتون طالبی باشه. میگی بهش طالبی، هر کی طالبی بزنه؟ ببین من اینو توی ویدیو یوتیوب دیده بودم، اینجوری قاچش میزنی، قاچ استوری میدی به بچه، اصلا عشق میکنه، خیلی جواب. میدونم حسین که اصلا از همینجا دارم میخونم حسین خوشش میاد. عاشق مزه طالبی هم، بستنیش. یه نکته مهمی هم که داره اینه که این طعم خود طالبی هم درگیر میکنه داستانو. چی تو پیچ به فکر کجا بودی؟ حسین و امیر تلپاتی دارن؟ به خدا اگه رفته باشه پک ژل آماده خریده باشه همین گذاشته باشه یخچال، این چی دسره ناموسن. نمیدونم میخواد از تو اینا چی در بیاره، ولی دسرش نسبت به غذا و پیش غذاش یه ذره ساده است واقعا. آره طعماش هم همه یه جور نیست، ولی آره مثلا یه دونش هستش توت فرنگی سبز رو بگیر، ولی فکر میکنی سبزه در صورتی که اشتباه میکنی. بلوبری آسونه دیگه، کلا 5 دقیقه آب و جوش میاری، ژله رو میریزی. آب سردم میخواد. نمیتونه بد درستش کنه.
هر کاریش کنه بد نمیشه، مگه اینکه بره طعمی که مثلا من آلوورا دوست ندارم بره بخره دیگه. بعد از قرمه سبزی اصلا هر دسری شما بذاری خوشمزه است، از یه کوکی بگیر تا کیک. نون خامه‌ای مثلا اگه میدادن خیلی خوب میشد. 3-4 تا نون خامه درست می‌کردم مثلا میدادم. ژله‌ای نیستم اصلا. ببین برای یوتیوب خیلی برنامه‌ها دارم و داره یه سری اتفاقا میفته. فعلا چنل کیچ ریاکت اومده، امیدوارم حالا اگه خوشتون اومد ساپورت هم بکنید، دمتون گرم. پادکست ها رو داریم دوباره جون میدیم بهش، پیش شاکار دوباره استارتشو بزنیم. یه چنل مین دارم میارم بالا که اون چنل اصلی میشه. یه کارهایی قرار بکنم که سورپرایز، فقط اینجوری بهتون بگم. توش کارهای سینمایی خفن سینماتیک و اینا از بچه‌هام کمک گرفتم. کلی آدمای خفنم توش حضور دارن که یه چیز استثنایی میشه. منتظر باشید. امشب قراره بچه‌ها رو در پیراهن مردانه و بیژامه ببینیم. پیراهن مردانه و پیژامه؟ این 100% علی زودیاکه. پیراهن مردونه با پیژامه نیست؟ میخوره باشه. نه خدایی نیست. خب یه مشکلی هست، من پیراهن مردونه‌شو دارم، پیژامه‌شو ندارم. با شلوارک بیام قبوله. من 2 شبه که من تمو رعایت نمی‌کنم. پیژامه چی بود؟ کدوم بود؟ پیژامه چیز دیگه، همونی که اسکاتلندیا توی عروسی میپوشن. ببین نمیدونم قدیمی‌ها یادشونه یا نه، وقتی مثلا دایی آدم، عمو آدم کسی میومد خونه ما مثلا مهمونی، موقع نهار که میشد مامان بابا اون پیژامه رو بپوش، نه هر جور شد. اوه اونو از کجا من بیارم الان؟ بابا ما به زور پیژامه رو پای داییمون میکردن ولی با پیراهن مردونه. این اومد میشه سر سفره. آقا چه خونه خوشگلی دارن. من پیژامه ندارم، من چرا انقدر آدم میخواد مجبور کنی هزینه کنه؟ اندروپی از پولمو نزده. اندروپی یعنی چی آقا؟ اندروپی همیشه آن تایمه. بعد برم بخرم پیژامه رو. ندارم. خب این تم راحتیه. اینو من دارم، پیژامه زیاد دور و بریام دارم، بابام داداشم اینا میتونم واسهشون قرض بگیرم. پیرنم دارم، یه پیرن رسمی دارم برای کارهای اداری. خوبه، تمشو خیلی دوست دارم. تم هرچی راحت تر باشه جذاب تره. حتی خودم زیاد راحت نیست ولی تمش خیلی باحاله. سیسامون فکر کنم باحال بشه تو این تم. 100% علی زودیاک شرط می‌بندم. منم گفتم غذا سنتی قرمه سبزی و فضا خاکی و اینا، بذار فضا رو دیگه خیلی خاکیش کنیم. علی زودیاکه؟ برم این تمون شلوار ببخشید پیژامه با پیراهن مردونه انتخاب کردم. علی زودیاکه. ببین دکور خونه که واقعا لطف شما بچه‌های پشت صحنه است که انقدر لطف دارید میگید خفنه و واقعا این سلیقه خفن مادرمه و انقدرم به من تو این داستان کمک کردش، هم مادرم هم پدرم، که من باید جایزه رو دو دسته تقدیمشون کنم دیگه. نظر کلی اینه که این علی زودیاکه، شرط می‌بندم. هر چیز راحتی که تابلوه. مال زودیاک نیست. نظر کلی راجع منو خیلی قویه، یعنی وزنی قویه، چون هم قرمه سبزی چیز قدریه، هم سوپچو قدره، از ژله اون قدر نی، ولی پیش غذای اصلی میتونه برنده بشه. کلیه منو که سوپچو تکراریه، قرمه سبزی هم که بقیه هنوز نمیدونن ولی تکراریه. در واقع مال شما تکراری میشه. میتونه برنده باشه، میتونم، بستگی داره. من یکم رو قرمه سبزی بدفازم، یکم خیلی سخت قلق داره برای من خوشم بیاد، ولی ان شاءالله موفق باشه دیگه. احتمال زیاد میگم این منو برنده ایه، یعنی نسبت به حتی حسین هم قصاش خیلی خوب بودا، نمیدونم ولی فکرم تا الان رقیبش فلیمه. علی زودیاک میام سراغت. اندروپی همه چیز رو روشن نشون میده. کارمزد مشخص، گزارش شفاف، تسویه سریع. تو بساز، اندروپی مسیر درآمدت رو شفاف و سریع میکنه. اندروپی حرف روشن، عدد دقیق. خب به میبینیم که حاج امیر چه میز زیبایی چیده، منتظر مهموناست. الانم که داره شربت رو آماده میکنه. بریم سراغ مهمون اول ببینیم کی میاد. داشت علی زودیاک با شلوار زیبا و خنده دارش. علی تو این چند شب بهترین ورودا رو داشته، با استایلش همینو باید بره توی رانوی پرادا. سلام. صدر رو میبینیم اون پشت.
کی با بغل بازی چه خبر؟ خوبی؟ سلامتی؟ آقا زحمت کشیدی خودت گلی شیرینی چرا آوردی؟ چه خبر؟ خوبی؟ یه همون چیزی خواستی برات در آوردم. عالیه. دارم میبینم این چیزی که میبینم پرفکت. اوکی. من به جای بابام پوشیدم. منم برای بابام پوشیدم. خودم اینا نداشت. خوش اومدی. بفرمایید. آقا تم امشبو خیلی دوست داشتم. یعنی همون تمی بود که من همه چیشو داشتم و تم دیروز یه ذره سخت بود چون هر لباس ورزشی با من چقدر چاق شدم حاجی. علی باید مدل پیژامه بشه. خوش اومدی. امیدوارم که دستت درد نکنه. ببین اون بغلم یه میز هست. حالا نه همونجوری راحت. آره. چه خبر؟ سلامتی داشتم. شما که چه منوی سخت واقعا من خیلی بخمم. ببین ویلکام تو د کلاب. اصلا آره. خیلی سخته بخورم سبزی. ببین پاره شدم تو الان. چیزی ازم نمونده. زانوهام بی‌حسه. بعد اینجا باید حتما یه دست چیز بریم. گیم بزنم. سنگ تموم گذاشت. یعنی عشق کردم این فانتوم بیا بالای مجلس بشین. واقعا فقط همین فانتوم تو الان منو تحویل گرفته. دوست دارم امیر جان. کی بشه جبران کنید شمیر. بابا این حرفا چیه؟ جبران نداره. همین که اینجا حضور داری برای ما. علی سری جنس خارجی و گرون رو شناسایی کرد. زیبایی برمغانو برده. من امروز خواستم برای همین فانتوم چیز بگیرم. فانکو پاپ پاجو بگیرم. سفارشم دادم ولی مثلا ساعت مثلا 6 اینا به من زنگ زد یورو گفتم چیزی ما نداریم و اینا. داشتم من برم اتاق تو یه نگاه بزنم. بابا تاج سری اتاق من شما نداره. برو داداش برو. آقا ببخش. فضول. وقتی رفتم توی اتاق همین فانتوم فهمیدم که نصف چیزایی که می‌خواستم هر چیزی می‌خواستم بخرم خودش داشت. همین می‌خواستم بخرم. خوب شد نخریدم براش. علی به چیزی دست نزن تو رو خدا. همه رو داره. همه چیز گرونه اینجا. این صندلی ریزر است. شنو چی؟ اوه یخچال مانستر. حاجی من آرزوم این بود که اینو ببینم. خدا رو شکر خوراکی نداشت اونجا وگرنه علی اونا رو هم می‌خورد. ناروتو اینا همه رو داره اصلا. یخچالو سری پیدا کرد. اینا رو بخرم. ولی یه سری چیزا بود که فقط همین فانتوم داشت. یعنی چه مثلا اون ساعت ریزرش، چه اون چیزا که ریزر بهش دادن، چه اون مثبتی که امضا کرده بود. همین چیز خیلی خفن بود. یعنی همون چیزی بود که من آدم یخچال مانستر. من واقعا به خاطر یخچال مانستر شرکت کردم که ببینم. یعنی واقعا فهمیدم همین فانتوم شرکت کرده. گفتم من برم یخچال مانستر ببینم چه شکلیه و واقعا برام جذاب بود چون تو سن پایین من سن پایین بود که مثلا فانتوم اتفاق براش افتاد و همون خیلی برام جذاب بود. چرا بگم حسودی من میشد. این دوست داشتم منم برم تو الاینس ولی نمیشه انگار. این چقدره؟ 40,000 ساعته؟ 40,000 ساعته واقعا؟ آره؟ 40,000 ساعت دو بازی کرده. خیلی چند روز میشه؟ یه تقسیم می‌کنی. میشه 4 سال. 4 سال؟ 4 سال دو بازی کرده فقط. بعد 4 سال دو بازی کنه که 4 سال بازی کرده. 4 سال تایم یعنی بگم از الان شروع کنی 4 سال دیگه مثلا میز بلند بشه. اوه باقلوا اصلا این کار است. خیلی داشتم خوب بازی می‌کردم. بابا بیا بزن. خب بس آقا بقیه مهمونا کجان؟ علی همه رو خورد. اوه تو رو خدا. نه اصلا رد کنی نمیشه. اوه منم همه رو دارم انتخاب می‌کنم. آقا ما تا اونجا نشستیم من فانتوم پیشنهاد میداد. من یه لحظه به خودم اومدم دیدم دست راستم یه شکلاته، یه دستم شیرینی، یه دستم داره چیپس میره تو ماست. اصلا نمیفهمیدم چیکار دارم میکنم. همین فانتوم تون میگفت اونو بخور. بعد من واقعا فکر می‌کردم که باید انجام بدم. یعنی اینجا بعد اینکه اصلا اینو فراموش کردم که میتونستم به عنوان مهمان بگم نه من اینو نمیخورم. فکر کنم هر کاری همین فانتوم میگفت باید انجام میدادم. دستمال کاغذی کجاست؟ من باید دستمال بیارم. آقا اینجا نمیشه. بعد همه چیزو بررسی کرد. بهشت علیه ما قشنگ. لبخندو ببین رو صورتش. تصویر خیلی ترسناکم. یعنی الان دارم فکر می‌کنم میذارم پشتخواب خودم الان جلومه تا من موز نمیخورم ولی اینجا موزم خوردم. چه شب بمونم؟ یه بفرمایید رو ساخته چه شب بمونم. آره به نظرم ایده بدی نیستش. ببین اینا یه چی تو مایه فندقه ولی فندق نیست. خب با چاقو بزن وسطش ایفیتش کن ببین چجوریه. آقا چیپس رو دیدی چجوری بلعید؟ همین فانتوم تون میگفت اونو بخور اونو بردار الان وقت شیرینیه و یه باقلوا میآوردی و شکلات میآورد. من اصلا یه لحظه فراموش کرده بودم و اینا فکر می‌کردم یعنی یه ویدیو دیگه است، ویدیویی که همه خوراکی همین فانتوم خوردم. بابا داش امیر کجای این علی زودیا کل خوراکیای گرون خارجی خورد. چه استیل عجیب غریبی داشت. بیجامه نبود اون که بیجامه بود.
باریکلا خوش اومدی سلامت باشی آقا مرسی زحمت کشیدی گلی که گل نمیاره خوش اومدی بفرمایید واقعا هم نیوردم اصل مجلس اون بره خوش آمد گوش که خیلی همین اول کاری اومدیم امیر فانتوم خیلی گرم مثلا انگار یه دوست قدیمیش هستیم خوش اومدی احساس شاهانه ای داره اینجا مثل شیخ‌های عربو دارم عملا حسین اونقدر تعبیرمون نگرفت همون حسین که داداش همون گفت بیاین تو بچه هست دیگه بخوری یعنی اصلا دیگه خیلی سیزش بامزه شده بود با اون بیژامه و پیرن آبی که پوشیده بود قشنگ مثل بابایی که نشستن جلو تلویزیون میخوان همینجوری تخمه بشکنن و اخبار ببینن شده بود. چه بعداً هم دعوتمون می‌کنی؟ نه چرا واقعا چه دلیلی میتونه چی با خودت فکر کردی؟ بگم مثلا تا بعداً چی می‌ریم جیگر بخوریم اینجوری مثلا بیایم اینجا این خبر نه واقعا دعوت می‌کنم اگه خواستی پایه بریم شام بزنیم نهار بزنیم جای خوبم سراغ دارم داشتم بریم فکر کنم آخرین باری که منو با این مبل می‌بینین من نیست دوباره بیام اینجا چند وقت بهش گفتم اگه اوکی باشی مثلا یه شب دیگه بیام گفت نه یه جا خیلی خوب قرار می‌ذاری اینجا دیگه نمی‌تونی بیای و ناراحت که نشدم نه اوکی امیر فانتوم میدونم شوخی کرده اینا من میام یعنی زیاد به حرفش بالاخره میام یه ویدیو با هم میگیریم دیگه میای خب ولی درو باز نمیکنن آقا حسین هم اومد و شلوارشو داره دم خونه حاج امیر عوض میکنه شلوارت بیمارستان بیشتر تا پیژامه بنده خدا اون تو دوتا آقایی کرد حالا ببین با کی حتی اگه ما رفیق خودش بنده خیلی خنده دار شده بابا سلام حسین آقا چه تیپ هیولایی فدات بشم خوش اومدی چه خبر رضا دیروز یه ساعت دیگه من گفت بود امروز یه ساعت انداخت جلوتر من تا برم آرایشگاه و بیام یه طول کشید دیگه مجبور شدم 10 ماشین سری بپوشم و رضام کمر رو گرفت آبرو برای ما نمونده دیگه آقا ما همه چی رو ضبط می‌کنیم برای با آوازه گردم بعد تا اینجا میکشیدم بالا دیگه آقا همین ناقابل بفهم مرسی بابا تو گلی که نمیارن که دیگر گل نی آخه بعد شب قربونت برم بفهم بالای مجلس بفرما داداش ما همین الان باختیم که ببین داش امیر واقعا زیر گوش منم بزنه من دوستش دارم اصلا دلی همینجوری فکر کنید اولین یوتیوبر استریمری که تو زندگیم دیدم امیر بوده و اصلا خیلی خیلی احترام ویژه براش قائلم. دیشب چند به من دادی؟ خوب دادم نمبرت با اینکه فکر می‌کنم خود درست نگه 10 ندادی ببین بعدا شب 10 به نظر کی بیشتر اصلا داده؟ تو واقعا اگه غذای من ایراد گرفته باشن من واقعا حلالشون نمی‌کنم چون تا لیسیدن دیگه علی زودیاک و امیر بشقابو امیر بشقاب مهمون جدیده اگه به من نمره کم داده باشم واقعا ناراحت میشم یقتون رو میگیرم برنده پیژامای امشبه با اختلاف جدی برای بابا بزرگم خدا بیامرزه من پوشیدم عالیه آره الان احساس راحتی آره فقط راحت نیستی چرا راحت خیلی خوبه والا تم که خیلی تم باحالی بود خیلی سعی می‌کرد بود فضا رو اونجایی گفتن کادر بیاری من خیلی استرس گرفتم گفتم مثلا نوخامه نمیتونه با اینا رقابت کنه ولی به نظر نوخامه من خیلی خوشمزه تر از نوتلا از دید خود من بابا داداش که من میدونستم خیلی بچه فوتبالی هستی لباس خودم آوردی برای خودم داداش اینه که از رفیقام به مدیا داد دیگه پس نگرفت ازم منم گفتم به تو دیگه بدم امیر والا امانتی خوب نگر نداشت واقعا یه ذره تیشرت من یخکش شده بود نخکش شده بود جیبش شده بودی یکی دیگه داداش دیروز تنش نیدی خونه ما راست میگی دیروز نه فکرم مثلا جای دیگه لباسو برد الان پس آورد میگین جای چیز کادو داداش دمت گرم ما که انتظار نداریم بابا جبران میشه آقا واقعا شکلات گفتی دوست داری جدی میگم اصل بلژیکه از خود بلژیک آوردن برام یه کادو شکلات بود میدونست رژیم نیستم و من 3 نمره از همین الان ازش میخوام کم کنم یعنی از الان از ابتدای فعالیت شما روز خونتون نمرتون 7 شروع میشه 3 نمره کم شدی همین الان حرکت زدی رو شوخی کردم 10 میدم بهت
عشق منی بابا، شرمنده کردی. چقدر سنگین. آقا من یه چیزی بگم، کادو علی شیرینی‌تر بودشون گذاشتیم یخچال. نونخامه مگه اومدی خواستگاری؟ تو چی آوردی؟ داشتم M&M دوست داری؟ عالی. دیدم ببینی خیلی دوست دارم. دیدم تو استری مثلا میذاریم گوشه باریکلا. چی گرفتم باریکلا. ببین اینجا مدیر فانتوم ناراحت نشده باشه. من واقعا خواستم برات فانکو. من واقعا فهمیدم اون نفرای قبلی که تو بفرمایشام شرکت می‌کردن چه آدمای باهوشتری بودن. من مثلا یارو صبح تا ظرف صبح تا شب یه کادو خیلی خوب می‌خرید و من واقعا یه امروز درگیر یه دونه فانکو پاپ بودم. آقا من آره چی شد؟ خوبی؟ پوست پسته پوست با پسر با پوست خوردی؟ دیگه رفت پایین. پسر با پوست خورد حاجی. کی پسر با پوست میخواد؟ بعد گیر کرد تو گلوش گفت من دارم خفه میشم. داداش به ما کسی نگفت از صبح چیزی نخوریم. پسر با پوست میخوره. دیشب هیچی نخورده. آره من پوست پسته، نه خود پوست سفت پسته که حسین فکر می‌کنه من دارم اونو میگم. شوخی میکنم، واقعا نگرانش بودم اون لحظه. کاری هم از دستم بر نمیاد، بلد نیستم. امدادای اولیه. اون پوست ریزی که ته دمش داره، اون رفته بود اینجای گلو من گیر کرده بود و من همینجور کل مدت هی داشتم اونجا بال میزدم پشت صحنه، تو رو خدایی که به من آب بده. بالاخره بعد 10 دقیقه بچه‌ها متوجه شدن یا آب به من دادن. آقا میریم سراغ پیش غذا سوپ جو. از اون سوپ‌های درجه یک رستورانی به نظر میاد. یه سری نوشیدنی پران همه رو برداشتم. یه دونه رو میخوام بهت نشون بدم. واسه دیگه اونا که نمیشه خورد که. داداش تمیزم همون بودم. با بزرگ حسین اصلا فکرشو نمی‌کرد یه روز پرایم قایم بشه توی شلواری که هر شب باش میخوابید. حسین یه جورات واقعا از کنترل خارج شد و این رفتار حسین نمیدونم برای حالا امیر فانتوم یا ایجی کینگ عادی نبود و اینا رو من نمیدونم، ولی برای من عادیه، چون حسین خب من دیدمش همیشه از رفتارش یا عادی کاملا خارج میشه و کلا به هیچ چی دیگه فکر نمیکنه. یعنی مثلا یهو پرمار کرد تو شلوارش و فکر میکنم یه ذره پشیمونم، یه ذره جوگیر شدم. ببین باید بخوریم ببینیم دیگه. میخوای شما اول شروع کنید تا من وای بیام. حاجی همون چرا سوپ من رنگین نشد علی؟ نه خدای کلی حتی خوشگل‌تر درست کرده. داش من نمیگم. حالا من میگم تو نمیخواد بگی دیگه. من برات بکشم. باریکلا حسین دیگه من اونور نیام دیگه. نه بابا داشتم بس برام بس نمیخوام. نه داداش برای خودت میکشیدی ظرف اصلی رو میذاشتی جلو امیر. داداش بابا بخور. داداش امیر جون بخور. داداش فلیم دهن سرویس هر چی میرفتیم جلو همینجوری داشت برای من میریخت. بچه معذبه و من باید کمکش کنم که یه ذره پرروتر باشه، غذا بیشتر بخوره، چون اگه نخوره سوء تغذیه میگیره. شلوار رو با بزرگ کار خودشو کرد. زیاد کشیدم براتون من میخورم. برای من میخوری؟ آره نه آره اونم هست. ببین البته یه چیزی بگم، این دستمال سفره است روی پات هم میتونی بذاری. بابا من اصلا بدون اینا بخورم، بدون اینا نمیتونم غذامو بخورم. آقا بزن بگو چطور شده. خیلی خوب شده. جون ما داشتم میپرستمت. نوکرتم، ولی خدایی بگو چجوری شده رو. Baby I adore you. آگه امیر با شد رفت. امیدی به حسین نداره. جو خونه امیر متشنج بود چون من توش بودم و مثل یه دونه میمون این بر به اون بر میپریدم. تنها کسی که جو خونه رو خراب کرده بود خودم بودم. من حس می‌کردم خیلی برای همه عجیب بود، ولی من انقدر این کارهای حسین دیدم واقعا برام عادی بود. یعنی حسین تو هر موقعیتی باشه هم کارا رو میکنه، چون ولیم حسینه، یعنی باید انرژیشو یه جوری تخلیه بکنه دیگه. اینو من تو رستوران خورده بودم. واقعا میگم. جون ما به خدا. آها یعنی غذا خونگی نیارستو. بنویس. نه منظورم اون نبود. داره مستقیم میگه این غذا برای خودش نیست. نه خیلی نه خدا کلی خوبه. مواد اولیه رو از مادرم پرسیدم. گفتم اوکی دست به هیچی نزن، فقط به من بگو من کجا بریزم چیکار کنم. یه دقیقه داشتم رو سرگرم کن. داشتم خوبی چه قربونت. کاملا عادیه برای حسین. یعنی عاقلانه ترین حرکت حسین بود. نمیدونم ایجی کینگ مایست کردم یه ذره چیز شد.
چی میگن معذب داشت میشد، یعنی پشمان شیخته بود بیشتر از این کار حسین. نمیدونم اون چجوری بود ولی من اوکی بودم، یعنی چون حسین همه جا این کارا رو انجام میده. سوپو کاسه رو گرفته قوق 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 داشت اوق میزد بغل من، قشنگ داشتم میدیدم داره نفس میزنه. من اینجوری بودم اینا رو میخوای چجوری میخوای غذا بخوری خدا سرویس. نه من سوپو واقعا برای چاپلوسی اونجوری برداشتم، چاپلوس. بعدش هم اونجوری چون واقعا خوشمزه بود. سوپ جوش خیلی خوشمزه بود. سوپ جو رو من دوست داشتم نسبت به سوپ جو حسین که اصلا میگم امشب سوپ جویی که خوردیم یه لول دیگه بود نسبت به سوپی که دیشب خورده بودیم. سوپ من شیر نداشت ولی این سوپ پر از شیر بود. من داشتم پیش غذا می‌خوردم این مدلی که مثلا خامه و اینا داره رو بعد تو یه رستوران، من میگم سوپ نمی‌خورم، تو یه رستوران گرونا که پیش غذام داره خورده بودم، واقعا در حد اونا بود. خیلی خوب درست کرده بود. داشتم یه چیزی داره میسوزه اون بعد. یه لحظه نگاه کن جانم. چی حسین جان چی؟ اینم حتی عادیه. حسین دست عادی. والا رومیز لیمو و نمک و اینا نبود. خیلی نمک و ایناش به اندازه بود، یعنی سوپی نبود که مثلا نیاز به مثلا نمک و اینا داشته باشه. خیلی خوشمزه بود. مثلا نارنج و لیمو نباشه غذا رو نمیشه خورد. ولمون کن آقا، فقط دنبال ایرادای بنی اسرائیلیت به یارو نمره کم بدیم. من میدم نمرم آقا. برای من به شخص مهم نیست چون نه من لیمو میریزم نه نمک. مثلا کلا به غذام نه لیمو اضافه میکنم نه نمک. ولی شاید مثلا یکی اگه دوست داشته باشه و نباشه خب اذیت میشه دیگه. ولی مثلا من کامل اوکی بود. داشتم این من از وجدان گرفتم. من یه سری چیزا اینجا بود. من دیدم خوشگله. دیدم اینجا نوشته کارنتین و کراتین داره. بعد آره ببخشید داشتم من این گفت بدزدیم. و اینم ایدهش داد که کجا من بذارم. من گول خوردم. واقعا این فانتوم خیلی پیش غذاشو خوب درست کرد. مثلا من این پیش غذا رو حتی بیشتر دوست داشتم تا پیش غذای دیشب. خیلی مثلا خامه داشت، خوشمزه بود، همه چیز خیلی خوب بود. نوش جونت. بچه چیزی کمو کسی نیست. داداش نرید بابا. حسین دست از سر این بچه بردارین، خجالتیه. نه داشتم جون خدا شمی بابا لذت داره. من در دیگه والا یکم سیرم کرد این کار حسین. باعث شد من نتونم این که انقدر بر من ریخته بود باعث شد من نتونم اونقدر غذا رو بخورم چون اصلا سیر شده بودم دیگه عملا. برای من دوباره یه نمره از حسین کم کنم. آب آورده بود. این خیلی برام مهمه که کنار سوپ غذا یه نوشیدنی بود چون خیلی گرمه الان سوپ خوردن حال آدم بد میکنه و اینکه یه نوشیدنی خنک بود کنارش با یخ و اینا خیلی اوکی بود. نون تازه گرفته بود، نون لواش هم گرفته بود. خیلی من عاشق نون لواشم. خدا رو شکر بچه‌ها خوششون اومد و من حالا نمیدونم واقعا احساس میکنم یه خورده اغراقم کرده. یعنی حسین یه جوری احساس میکنم نخواست دلمو بشونه. نمیدونم شاید واقعا هم انقدر خوشمزه بود و اینکه خیلی خوشحالم. ظرفا هم تقریبا میبینیم یه دونه ظرف کامل اصلا تموم شد. اون حسین خورد. اینم علی 2 تا تقریبا خورد و من راضی بودم، یعنی خوشش اومده بود. عادیه برای من خودم علی. یه ذره خوردم، خودم آماده کردم برای قرمه سبزی زیاد تبندی نکنم. امیدوارم واقعا غذا خوب شده باشه، یعنی تو رو درواسه بهم نگفته باشن چون بچه همیشه من لطف دارم. خب میریم سراغ غذای اصلی، قرمه سبزی. چقدرم خوش رنگ شده واقعا. بعید بود از امیر همچین چیزی درست کنه. میدونید همه چیه؟ منگو نمیدونید خیار شد. آقا گوشی تو سایلنت کن تو برنامه. عمو چطوری؟ عمو بفرمایید شامم خب جلو مانستر انرژی اولترا فیستا منگو گذاشتن خب. بابای سهیله؟ اینو به افتخار تو میخوام بخورم. کوکاکولای وانیل خوردی؟ چی شده عمو؟ من تماس تلفن راجع به حالا درستی بگم ولی رضا رفیقمه ویدیوی پرنگ که مادرم بود که مادرم حالش خیلی بد شده بود و کینگ سولوا زنگ زد منو قهوه‌ای کرد ولی من جوری دیگه جلوه داشتم میدادم قضیه رو. ولی حقیقت این هم بود که ازم شاکی بود خیلی. چند تا ننه داری تو؟ چکو چند تا ننه داری؟ یه ننه داری همون دیگه. همه یه ننه داری. یکی دارم. بابا بده. سلامتی سرت. این نوشابهش چرا این رنگیه؟ کوکاکولا همینقدر؟ 7 سال نوشابه نخوردم. به خاک کامران. تو 7 سال 7 سال نخوردی؟ دیشب نخوردم. دیشب پپسی خورد. آره دیشب پپسی خورد. دیشب همه دروغ میگه. خوشمزه نی؟ خوشمزه نی؟ اصلا من بعضی جا موندم به این بشر چی بگم. همینجوری نگاه میکنم اصلا میگه این چیه، من میگم چی بگم بهت من واقعا. تو رو خدا. شروع کرد دوباره حسین.
داداش چرا بسته. رو در باش. وایسی رو کدوم در وایسادن؟ امیرجی اصلا سر اینکه خورش زیاد ریختم ناراحت نکردم، چون کمخوره، پرخور باید بشه، بخوره خوب، تون بخوره، خوب بخوره و سر اون داشتم تمرین پرخوری می‌کردیم. سر غذا اصلی همینجوری هی داشت برای من غذا میریخت. من دیگه کاسه‌مو کشیدم اینور، بشقابمو کشیده بودم اینور، چون میذاشتم اونجا من بیشتر داشتم خورشت می‌خوردم تو مثلا برنج دیگه، داشتم همینجوری دیگه شورشو در می‌آورد، ولی بامزه بود دیگه. من کاری ندارم، میگم داره کرمشو میریزه. حسین دیگه کارش نمیشه کرد. جوابم داد، خوردم رو تا تش خورد. آقا چطوریه؟ خیلی اینجا خوب. داشتم من برو بابا. به خدا خیلی خوشمزه بود. قرمه سبزی بودش که قشنگ معلوم بود زمان زیادی برده که درست شده. حالا صحبت که می‌کردیم گفتم از 6 صبح من اینو درست کردم. مادرش هم گفت به اون راهنمایی می‌کرده بهش. خیلی خوب درست شده بود. یه کوچولو نمکش کم می‌کنه. نمک؟ آره. با نمک خودت من حساب عشق کردم. منی. برای من بهترین بود، چون کم نمک بود و خوب پخته شده بود، ترش نبود. همین نظرت چیه؟ عالی. شنو؟ به خدا. همون حرف چیز هست. یکم نمک. نمکش یه ذره کمه. آره نمکش. من آدم کم نمک باشه بهتره. آره. من دوست داشتم اون خورشت نمکش رو بیشتر بزنن تو قرمه سبزی. بعد نمکو 1 ساعت 2 ساعت بعد از اینکه خورشت رو بار گذاشتی نمکش رو اضافه کنی و همزمان بچشی ببینی چه جوریه. چون نمک رو هم اولش بزنی باعث میشه این گوشت یکم دیرپز بشه. ولی یکم کم نمک بود. علی هم به این نکته اشاره کرد. منم می‌خواستم همینو بگم. یعنی اصلا علی نمیگفت من میگفتم. ببین بی‌نظیره. جونم. به جون تو. ولی نمکه برای خورش نیست. عمدتاً به خاطر اینی که یه مزه گوشت بگیره. رو نه. گوشت وا نره. گوشت رو صفر میکنه نمک. قرمه سبزی من آدمی نیستم که قرمه سبزی دوست داشته باشم. از معدود قرمه سبزیایی بود که قشنگ خورده بودم. اگه دوست نداری پس چجوری میخوای درست کنی؟ آقا ولی احساس میکنم خوشتون نیومده. نه من دوست بابا جونم. من خیلی جون خوشم. تو. میگه همینش نرمه خیلی خوبه. مثلا لوبیاش صفر نیست. گوشتش. آره. خب این از دیشب دیگه. آره. اینش من به چه نظرم کاراش میشده. آره. یه قرمه سبزی واقعا جواب داده. نوش اونجوری جونت. که خودت مثلا گفته بودی قبلا هیچی نمیدونم و اینا. نه میگم من همچنان هم میگم اینه اگه بابا مادرم نبود اصلا من غذا املت خود درست نمی‌کنی یعنی ما املت فقط املت. تخصصم املته. برنج میذارم. ببین من غذای دیگه درست میتونم بکنم. رو تو نمایی و اینا مثلا. ولی مثلا استانبولی بلدم. حسین اعتقادی به چنگال نداره. تابعی بلدم. استانبولی بلدی؟ آره چون بابام خیلی استانبولی دوست داره، هر سری درست میکنه ما بالا سرش برسیم. کل چیزایی که رو میز بود راضی بودم. چیزش هم خوشمزه درست کرده بود، سالاد شیرازیشم. بعد یه انواع اقسام نوشابه کاراملی گرفتیم خوردیم، اونم خیلی خوشمزه بود. ولی دیگه آره همه چی دوست داشتم. از میز حسین بهتر. حسین یه دو برای ما باز می‌کنیم؟ چش. تکونش بدم. حسین مراقب تابلو فرش باش. آره بود نذار خونش کسی. بابا خونه کثیف نمیشه علی. بابا چرا میشه این نمی‌بینی تابلو فرشو؟ بابا من چجوری بریزم اون رو؟ واقعا شما باید به عقل این آدم شک کنید که من دوغو گرفتم سمت مبل، پشتم تابلو فرشه، فقط نگران اجناس قیمتیه. خونه خانواده است و اینا دوست داشتم مثلا خونه کثیف بشه و اینا، و تنسی که خطر اونجا رو تهدید می‌کرد ما رو اون تابلو فرش پشت سرمون بود و واقعا میری خیلی تو مخ میشد برنامه ایجاب بعد برای من. علی جان یه ذره انسان دوست باش، پول دوستی به هیچ جا نمیبرتت. از حق نگذریم خیلی خوب در دوغو باز کرد. آقا من قرمه سبزی دوست دارم با پیاز بخورم و دوست دارم یه ذره پیاز هم باشه. فقط نفهمیدم فانتوم چرا نیورد، ازش هم سوال کردم یه دلیلی آورد، دلیلش خیلی برام منطقی نبود. پیاز یه خورده من گفتم تجملاتی نیست. داشتم. مثلا پیاز شاید تو خونه مثلا آدم راحت خوش بزنه. آره ولی مثلا تو مهمونی شاید پیاز زیاد جالب نباشه. گفت تو مهمونی خیلی زایه است پیاز بخوری. خیلی منطقیه. لابد زایه است دیگه. من حواسم من مهمونی شد. میگن یه زبانسه هست میگن جوری غذا بخورید که فکر کنید آخرین غذاتونه. فکر کنم همه کارا رو میگن اونجوری. این غذا رو با لذت می‌خورید. آقا این قاب شبیه شام آخر نشده؟ از سکسیکه چه جوریه سیستمتون؟ یعنی از سکسیکه بعدتون میاد یا نه؟ اوکی. چی؟ سکسیکه. آها سکسیکه. آخه من خودم اینجوری هم که غذا میخورم زیاد سکسیکه میگیرم. نفس کم میگیره. لاشر جوونیم فدات. کیسه صفرا و این داستانا یه ذره مثل که مشکل داره. من کیسه صفرا مشکل داره. بعد سکسیکه های من خطرناک طوریه، یعنی از ایناست که 2 روز طول میکشه. وای. 2 روز؟ دور آره. بعد سکس هم که اتفاق میفته
امیر گفت من 2 روز طول میکشه. سکسکه 2 روز واقعا عذابه. امیر جون واقعا کمر آرمسترانگ داره و برای ما خیلی کمتر این حرفای سکسکمون فکر کنم 1 دقیقه 2 دقیقه برطرف شه. بعد چیکار باید بکنیم؟ دعا کنید چون بعد 2 روز سکته احتمالش خیلی زیاده. داشتم کلا آدم عصبی هستی آروم؟ کلا بد اخلاقی هستی. این همه تعارف کرده این همه آقا این همه چیزای خارجی بهت داد خوردی. من فانی هم تو دور و بر خودم. یعنی چی بد اخلاق؟ کسی بتونه همچین موفقیتی داشته باشه نیاز به جدیت و بد اخلاقی داره. چون اگه تو مثلا گیم و اینا جدی نباشه از این لحاظ آره نتیجه نمیگیرن. این من اونجا گفتم بد اخلاقی صرفا تو زندگی شخصیش منظورم گفتم تو فکر میکنم تو کار و اینا آدم جدی و بد اخلاقی همچین حسی دارم چون منطقیه. اگه خوشگل من نیستم ولی حدس میزنم همچنان هست چون اینا نتیجه نمیگیره. تیم داشته کسی بزنی توی تیم و این داستانا نه ولی مثلا تو تیم خودمون نه ولی با مثلا تیمای دیگه درگیر شدم فیزیکی جدی یکی مثلا گفته بودش من بیام تهران میکشمت. رفتی؟ آره گفت میکشمت گفت با تیغ میزنمت. خب چیزی برای از دست دادن من ندارم. یه چک زد تو گوشم بعد شنیده میگن تو دعوا هر کی ضربه اول میزنه یه 50% جلوه. آره چون تو گیجی اصلا نمیدونی چی شد اینا. بعد من گفتم من با این درگیرشم نه اصلا تیغ میزنه. اندازه کریم عبدالجبار بود اینقدر قدش بلند بود ولی لاغر بود. این کریم عبدالجبار دیگه یهو من برگشتم گفتم تیغتو بنداز تو بهت بگم. بعد گفت تیغ ندارم. منم یهو گفتم یعنی اینجا اومد سراغم. گفتم این فانتوم میپری یه گردنشو میگیری میکشیش زمین و حالا مشوش و اینا ببین چی میشه یا اینکه میس میدی و تو صبح کتک می‌خوری دیگه. ولی این تنها شانسته. یعنی وسط دعوا پریدم گردنش گرفتم. ولی اونم پر رو بود کم نمی‌آورد. گفت بزن می‌خوای بزنی بزن. بعد رفیق شدی؟ نه چرا با بچه رفیق شدم؟ آخه پسر دیدی دعوا می‌کنن بعد ما هم رفیق. آره ولی این دعوای ما خونین بود. دوتا هم گیم خطرناکیه مثل اینکه. خب غذا رو بچه‌ها زدن خیلی تعریف کردن. حالا احساس میکنم نمیدونم دوز و کلک نمیگم تو کاره ولی تعریف کردم بچه‌ها. انشالله که واقعا بهشون چسبیده باشه نوش جونشون و اینکه تقریبا هم همه کارو در آوردن. من خودم خیلی گشنم بود چون از صبح تا حالا منتظر این قرمه سبزی بودم. فکر میکردم خیلی افتضاحه ولی خودم راضی بودم. بشقابا خالی بود. حالا این که چرا خالی بود اون یواشکی من تو جابجایی خالی کرده بودن تو دیس ظرف و اینا نمیدونم ولی امیدوارم که خورده باشن. اندروپی همه چیز رو روشن نشون میده. کارمزد مشخص، گزارش شفاف، تسویه سریع. تو بساز، اندروپی مسیر درآمدت رو شفاف و سریع میکنه. اندروپی حرف روشن، عدد دقیق. خب میریم سراغ دسر ژله میوه‌ای که در قالب طالبیه. آقا فکر کردی من میگم دسر میوه‌ای چیه پس؟ طالبی میوه است. اسمش میوه‌ایه. نه ژله میوه‌ایه. با ایول. نه اونجوری نباخور بکن. چجوری خورده این؟ این اصلا چنگالی و اینا نیست. جدی؟ حال کردی؟ این همینجوری بخوری؟ آره همینجوری. چه تمیز داره بردی. ولی ببین من احساس میکنم یه ذره شما ناراضی. اشکالی نداره من تزریق میکنم. درست بخور. نمیدونم چرا گفت با دست با اینو بخوری من دلیلش رو نفهمیدم. بابا خوشحال بخوریم ژله رو ندیدم کسی با دهن. ولی حسین تا زمانی که عرفان داشت به اون توضیح میداد همه رو خورده بود. یعنی من یه لحظه بقیه رو کردم حسین تا دماغش توی ژله است داره میخوره لذت میبره. اینا گفتم من ما همینجوری باشه و اینا مثلا که یه ذره راحت‌تر دوست داشتم بخورم اینو گفتم. شما چنگال بازی بیا. قاشق بازی. قاشق بازی. بابا بخور علی دیگه قاشق چیه؟ بعد شما من فکر کنم غذا رو خیلی بد فرم می‌خوام چون مستند نگاه می‌کردم شطور رو دیدید یه چی درجه فک چجوری میچرخه. من غذا رو جوری می‌خورم چون همیشه به شطور حسادت می‌کنم چون خیلی با اشتها غذا می‌خوره. کلا بچه‌ها من جدی نگیرید من اندازه‌ام اومدم. آقا وایسیم بیاد. بزن آقا بزن. قصه مقصر بود. داشت خوردی اولی رو.
آقا چی کار به من داری؟ داداش وایسا میزبان میاد بابا. برای اصلا حسین نیاورد. برای خودش هم قاشق آورد. تنها کسی که قاشق نداد بهش حسین بود. اون اصلا نیاز نداشتش. واقعا قاشق نمیخواست. چطور شده؟ عالی جون ما به خدا. یعنی ژلو طالبی بود، یعنی هیچ مثلا نکته عجیبی نداشت برای من. خیلی حجم غذاها زیاد و سنگین بود، واقعا نمیکشیدیم که یه دسر خیلی توپل و سنگین میزدیم. به نظرم اوکی میخورد به این ترکیب، ولی اگه مثلا بخوام جودا بگیم نه، دسرش چیز ساده ای بود کاملا. بعدش هم طالبیشو میتونید بزنید دیگه. عاشق طالبی هم من. بستنیش دیشب داشت حسین برامون طالبی آورد. آب طالبی. اصلا دسر قشنگ یه چیزی پودر ژله رو میریزی تو طالبی، خالی میکنی میذاری یخچال، بعدش قاشش میکنی. کلا شاید بگم مثلا ساخته همچین چیزی 5 دقیقه از آدم وقت بگیره. دسرش به نظرم چیز ساده ای بود دیگه، این کار خاص عجیب غریبی هم نداشت. مهم اینه که طالبی داشت. من که خودم خوشم اومد. شما نمیدونم. معمولا من نباید این حرفو بزنم ولی خب خودم خوشم اومد. واقعا نوآوری بود تو صنعت استریم و یوتیوب. ژله‌ای که برای خودش گذاشته بود بزرگترین ژله بود. تیکه‌های ژله همینجوری انداخت برای ما. حسین بازم از بیارم؟ نه من منفجر دارم میشم. یه پرایم کامل خوردم قبل غذا. داشتم این ترکوندی واقعا. ما رو گرفت. منو گرفت. فکر کنم برنده تویی. بله اون قبول داری؟ هر شب خدا شب حسین برد. امروز علی اومد گفت بازنده منم. نگفت برنده دیگه، گفت بازنده منم. الان بین امشب و دیشب کدوم انتخاب می‌کنی؟ امشب. من دیشب انتخاب. جدی میگی؟ دیشب مهمون بودی. تو قباره دیگه 6 صبح داره کار میکنه. بعد چند شروع کردی؟ 2 ظهر. از چند خودت شروع کردی؟ آره 6 صبح پا شدی؟ 6 صبح باشم 2 ساعت خوابیدم. اومد فشار بیاره به من که من برم تو استرس، ولی نمیدونه که من مثل اون دنبال اون پول نیستم. شیطونه میگه به علی 1 بدم یهو. هم برنامه جذاب میشه، هم علی شیر میشه که غذا خوب درست کنه. نمیدونم با علی چیکار کنم. علیو فقط بعد بوسش کرد. این هم دسر. ببین واقعا برام مهم نبود دسر خوب میشه یا بد. من بردامو جای دیگه کردم ولی مشخص. امیدوارم واقعا بچه‌ها هم خوششون اومده باشه. یه چیز نسبتا ساده و شیرینی بود که حالا با میوه‌ام ترکیبش کردیم و کاراش در اومد. اینکه با طالبی هم ترکیب شده بود به نظرم جذاب بود. خود منم اینو از تو یوتیوب یاد گرفتم. دفعه اول دارم انجامش میدم ولی برای خودم باحال. آقا پس حتما چنل لاین 23 رو ساب کنید. دوستان عزیز با بازی مهیج امشب در خدمت شما هستیم. شیر مرغ تا جون آدمیزاد. ما اینجا 6 تا کارت داریم که این کارت ها من به دوربینم نشون بدم ترکیب شده از چیزهای مختلفه، مثلا سوپر استار، نینجا، دزد دریایی، پیک موتوری، حامله، پرستار. اینا شغله. اینا کلمه‌ای مثلا براق، نفت، کامپیوتر، زباله. خب من میام اینجوری میکنم، میگم که آقا من یه نفت براق دارم. برای حامله خوبه. برای آدم حامله خوبه. میفروشی پول بچه در میاد. حالا من باید یه کاری بکنم علی قانع بشه که این نفت براق منو با صحبتایی که میکنم ازم بخره. دلال بعد ببین اینجا کی دلاله. آفرین. آقا تفریح امشب خیلی باحال بود. بازی شیر گاو. علی یه رو پیش داشتی بازی می‌کردی. بازی کردیم. بازیه که مغزو درگیر کنه خیلی خوبه برای آدم. من چون همش سی اس میزنم، بازی خیلی خوبی بود. شیره؟ چی بود؟ مرغ آدمیزاد؟ تفریح جالبی بود به کل. تفریح رو دوست داشتم، گفتیم خندیدیم و باحال بود. یه شیر تا مرغ آدمیزاد بود، یادم نمیاد بازی شد. شیر مرغ بازی کردیم. چیه شغلت؟ شو کن برای همه شو کن. زن حامله نیست. 1 2 3 پیک موتوری 5 شغل شریفیه. شغل خیلی خوبیه. من حامله میخواستم بشم. افتادیم پشت موتور. حسین جان من یه چیزی دارم به درد تو میخوره. چی؟ توف ورزیده. ببین توف ورزیده پیش خودت میگی به چه دردت میخوره؟ آفرین. چرا به چه دردت میخوره؟ شما همیشه پشت موتور وقتی رانندگی میکنی یه موقعی دیگه توفت میاد دیگه. کلا کاسکت دارم توفم میره دماغ خودم. توف ورزیده از اون بغل میندازه. این رونالدینیو. آره ولی برای بقیه بچه‌ام شاید آفرایی داشته باشن، من نمیدونم. با موتورم همش بریم ور اون ور دیگه. من خب کار کنم دیگه اسم موتورم نری. اصلا دیگه نری. اصلا تو دیگه پیک نباشی، پیک برات بیاد. چی اما به نفت براق بدم.
داداش یعنی توف خیلی بهتره. خیلی آقا نزن. خب من آفرای دیگه هم برات دارم. همینجا شما آفر آفر دارم برات. کلاه سیاه، یه کلاه کاسکت سیاه خوشگل. خب 30 کارو در میاره. رنگ مشکی بدم میاد. اینا رو ول کن. من این کارو کنم پیک برای تو بیاد. تو دیگه پیک نریم. آقا تو الان نفت براق من اجازه بده. اجازه بده آفر آخر اصلا رو دستش نیست. صندوقچه بازی. الان میگم من صندوقچه بازی به عنوان یه پیک موتوری میخوام چیکار؟ آفرین. خسته نمیشه؟ آدم یه موقعی صندوقچه بازی رو کجا میخوام بزنم؟ همون. میذاری ترک موتور. اصلا دقیقاً پول نیاز به بازی نداری به نظر. بابا با این تنابا میبندی یه جا خسته شدی میزنی بغل با صندوقچه بازی و نفتم میره بالا چند وقت. آقا من یه سی منطقی بگم. آقا این نفت براق بیاد دست من، همه اینا رو دیگه من زندگی داری. متحول میشه. آره دیگه. کارتایی که بهم افتاد به درد میخورد، داده یه جوری هم یه ماسمالیش کردم ولی بردم. معدنچی. یه آدم معدنچی نیاز به قدرت بدنی بالایی داره. درسته. شما تو مارول یکی از قوی ترین کاراکترایی که میبینی توره. درسته؟ من دماغ تو رو برات دارم. دماغ تو واقعا داداش دماغ تو به چه دردی میخوره؟ آقا معدنچی دیگه دماغ تو چکش تو یه چیزی گوش بده دماغش این واقعا به درد نمیخورد. منم بودم جای تو بودم قبول نمی‌کردم. خب بگو تو الان به عنوان یه معدنچی به چی نیاز داری؟ به انفجار. یه چی بهتر که زودتر بری جلو دیگه. من به تو چی میدم؟ تفنگ مرگبار پیشنهاد میکنم. هموارشو با تفنگ چرا معدن جلو؟ خب میخوره کمونه میکنه به خود. آقا من به تو یه آفر ویژه میدم که بهت هم میاد دیگه از معدن خلاص شی. خب دوست داری یه فیلم راجع به موسیقی بازی کنی؟ چی؟ یه فیلم راجع به داداش من تو بلد نیستم. آقا شما بیا ما کارگردان داریم، تهیه‌کننده هم داریم. خب ما یه فیلم می‌خوایم راجع به موسیقی درست کنیم. حالا اسمش چیه؟ اسمش چیه؟ فیلم موسیقی. خیلی مسخره است. فیلم موسیقی. کسی که میره تو معدن دنبال چیز قیمتی دیگه. آره درسته. کتاب آینده. تو با این کتاب هر جا گیر بکنی این کتاب آینده رو میگی فیلمو ول کردی چسبیدی به کتاب. میبینی تش الماسه میگی من این مسیر رو میرم. شما تو معدن خسته مگه زیاد نمیشی؟ آره. بعد لباساتون هم خیلی سخته دیگه. من 2 تا آفر خوب برات دارم. بگو. روت میشه بگی؟ چی بگو؟ زیر شلواری و متکا. آقا کتاب آینده رو من میخوام. میتونم ببینم آینده چه خبره؟ اصلا به فیلم نمیاد. مشتری بود. میرم مایکل جکسون میارم بابا. من شغلو. بازی باحالی بود. من اینم ویدیوشو گرفته بودم. بودم این بازی که داریم می‌کنیم. من یه بار ویدیو اینا رو گرفتم. البته من ویدیوشو شبیهش گرفتم. خیلی بهم خوش گذشت. سر بازی خیلی باحال بود. من اصلا فکر نمی‌کردم اینقدر میزبانی سخت باشه. اصلا فکرشو نمی‌کردم واقعا. شب همین فانتوم من خیلی دوست داشتم. خیلی خوب بود واقعا. هیچ ایرادی نمیشد ازش گرفتش. نظر کلیم راجع به امشب به نظر من از دیشب بهتر بود. هم به منم خیلی بیشتر خوش گذشت. بچه‌هام همینو گفتن. ولی خب خدا رو شکر بچه‌ها گفتن همه غذا خوب بوده. دسر هم خوب بوده و حتی پیش غذا هم خوب بوده. و کلا هر چی داره بیشتر میشه داره بیشتر خوش میگذره و خیلی دوست دارم این جمع و اکیپ و بچه‌ها رو همه رو دوست دارم. واقعا نمیدونم واقعا برنده بشم یا نه ولی اگه برنده بشم که قطعا خوشحال میشم. من امشب شاید بگم مثلا نمره قبلی ما کمتری بیشتر میکردم منطقی تر میشد برام. علی زودیاک تو اول نمیشی چون خدا نمیخواد اول شی. پیش غذا و غذا اصلی امیر از غذا حسین خیلی بهتر بود ولی خب دسر حسین خیلی سرتر بود از دسر امیر. نمره 20 کلاس رو نمیخوام. نمره 10 برای من خیلی نمره پرفکتیه. یعنی یه شبی باشه که خیلی استثنایی ویژه باشه. این شب خیلی خوبی بود. یه شب استثنایی برای من بودش. خوب بود. نمیدونم ولی 10 نمیدونم منطقی است یا نه. 10 خیلی از عدد بزرگیه. یعنی تنها نمره‌ای که میشه داشت امیر داد نمره 10 و من دوست دارم یه 3 دیگه هم اضافه کنم اگه میشه 13. آقا چقدر ما مهمونای نمره بالای دهی داریم تو این قسمت. هرچند که از حق نگذریم واقعا امشب خوش گذشت. این منصفانه‌ش واقعا فکر کنم جمع 3 نفر رو بخوایم بزنیم 20 مثلا 19 منصفانه‌ش به نظرم اینه.
امشب به امیر جون عدد 9 میدم، امتیاز 9 میدم و امیدوارم راضی باشه دیگه، قربونش بشم. خوش گذشت، همه چی عالی بود. با این نمره‌ای که من میبینم خیلی رقابت ولی نزدیکه. فکر کنم برنده اصلی شما مخاطبینید که دارید این برنامه رو نگاه میکنید و از این برنامه لذت میبرید. این مهمترین نکته است. پس کامنت یادتون نره. ازش 10 هم باید بگیرم این فانتوم. حسین من چند دادم؟ به حسین 8 دادم. یادم نمیاد ولی 9 به نظرم نمره خیلی منطقیه. من به امیر فانتوم شماره 9 میدم، با اینکه شاید لایق 10 باشه. خب با 9 علی و 9 امیر و 10 حسین، امیر فانتوم با 28 امتیاز فعلا برنده است. از اونجایی که امیر ایجی یک نمره از نمره حسین کم کرد، نمره حسین شد 27 امتیاز. خب دوستان، هفته آینده ما مهمان امیر ایجی کینگ هستیم. اونجا هم اتفاقای جذاب و دیدنی زیادی خواهد افتاد. با ما سه شنبه آینده همراه باشید. مرسی که بین این همه تامنیل روی عکس بفرمایید شام کلیک کردید. حتما ساب کنید. آمار نشون میده که 50% از شما چنل منو ساب ندارید. چطوری میتونید شب سرتون رو روی بالش بذارید برای این قضیه؟